ما چون خیلی ما مهندسین ناظر با موضوع تخلف خیلی درگیریم و بارها شنیدیم تخلف گزارش بده. به نظرم آمده که خیلی خوبه ما یک تعریفی همین ابتدای کار خیلی مختصر و ساده از تخلف بکنیم و اینا رو با هم تفکیک کنیم، توی ذهنمون دسته‌بندی کنیم که بدونیم داستان چیه. ببینید، تخلف دو مدل داره در پروسه ساخت ساختمان. یکیش تخلفات ساختمانیه، یکیش همین تخلفات نقض موارد ایمنیه. این تخلف، این کلمه ساختمانی رو من راستشو بخواین تو قانون نوشته تخلف. من خودم این کلمه رو اینجا گذاشتم برای اینکه یک کمی میخوام تفکیکش کنم که این دوتا با هم یک تفاوت هایی داره. همین تخلف ساختمانی خودش دو شاخه میشه. باز یکی انحراف از ضوابط فنی. خب من مهندس مکانیک مثلا سیستم نمیدونم لوله کشی مثلا آب مصرفی من یک سری ضوابط فنی داره. طراح یک طرحی داده، مثلا قطر لوله رو مشخص کرده، جنس رو مشخص کرده، یه سری نکات اجرایی هم داره. این اشتباه اجرا شده، مثلا اون قطر رو موقع اجرا کمتر در نظر گرفتن، متریال رو چیز دیگه خریدن، نمیدونم و هر چیزی، خیلی واردش نشیم. انحراف از ضوابط فنی است. شمایی که مثلا نمیدونم ناظر سازه هستید، مثلا حتما مثلا بتون باید برای خودش یک سری آیتمایی داشته باشه، میلگرداد آیتمایی داشته باشه، اسکلت فلزی، اسکلت بتونی، همه رشته‌ها این موضوع رو داریم. دو، انحراف از ضوابط شهرسازی. این هم تخلف ساختمانی که یک چیزی هست که عرف شده دیگه، هممون میدونیم. یعنی این عبارت خلاف سازی که خیلی در ادبیات نظام مهندسی استفاده میشه، عمدتاً به این انحراف از ضوابط شهرسازی برمیگرده. به این بیشتر میگن خلاف سازی بیشتر منظور اینه چیه؟ مواردیه که کارفرما چیزی فراتر از پروانه‌ای بهش داده شده میسازه. مثلا سقف اضافه میکنه، زیربنا اضافه میکنه از طریق پیشروی‌های طولی یا جانبی. این هم یک نوع تخلف ساختمانی است. خب تخلف نوع دوم نقض موارد ایمنی است. مواردی که منجر به حادثه میشه در کارگاه طی دوران ساخت. من این تفکیک رو برای چی انجام دادم؟